سلام به همه مخاطبین عزیز، امیدوارم تندرست باشین. در این فایل میخوایم تست 114 کنکور تجربی نوبت دوم سال 1403 رو با هم بررسی کنیم. تا اینجای کار طراحهای سوالای کنکور قصد دارن ریاضیات پایه شما رو محک بزنن، یعنی بررسی کنن آیا میتونین از مفاهیمی که در کتاب ریاضی نهم، دهم، 11 یاد گرفتین اینجا برای حل تست های کنکور استفاده کنید یا نه. این تست راجع به اتحاد مزدوج هست. سال نهم اون رو یاد گرفتیم. یه فرمول ساده داشت که راحت به خاطر میسپردیم و چندین مثال در رابطه با اون توی کتاب ها مشاهده کردیم. همیشه از اتحاد مزدوج در حل تست های کنکور استفاده می کنیم برای حل معادلات یا برای به دست آوردن حد. اما در این سوال از ما میخواد که مقدار یه عبارت رو با کمک اتحاد مزدوج حساب کنیم. این فایل رو داوطلبین کنکور چند بار ببینن. دانش آموزان پایه برای تسلط به این مبحث تماشا کنن و همچنین دانشجویانی که وارد دانشگاه شدن و برای ادامه تحصیلشون نیاز دارن مفاهیم ریاضی پایه رو مرور کنن یا اگر نقطه ضعفی هست اونها رو برطرف کنن میتونن از محتوای این فایل استفاده کنن. خب یادآوری کنیم اتحاد مزدوج وقتی داشتیم آ2 منهای بی2 یعنی دو جمله که بینشون منها هست و بخوایم توان دوی اونها رو بشکنیم و این عبارت رو به صورت حاصل ضرب 2 تا توان 1 بنویسیم، میگیم جذر آ2 میشه آ، جذر بی2 میشه بی، یعنی آ و بی رو داریم. توی پرانتز بینشون منها میذاریم، توی پرانتز بینشون به علاوه میذاریم و برعکس. هر وقت حاصل ضرب 2 تا پرانتز دو جمله‌ای رو داشتیم که فقط در علامت بین با هم فرق داشتن، میگیم حاصل ضربشون اینجوری به دست میاد، میشه اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2. مثال حل کنیم که یادمون بیاد. مثلا میخوام 4x2 منهای 3 رو تجزیه کنم، یعنی توان دومش رو بشکنم. خب میگم جذر 4 میشه 2، جذر x2 میشه x، پس 2x میشه جذر جمله اول. تو 2 تا پرانتز می‌نویسم 2x. یکی منها و یکی به علاوه. جذر 3 چون جذر نداره زیر رادیکال میمونه، میشه رادیکال 3. پس تجزیه 4x2 منهای 3 میشه 2x منهای رادیکال 3، 2x به علاوه رادیکال 3. حالا بیایم یه مثال برای عکسش بزنیم. مثلا یه حاصل ضرب داریم رادیکال y به علاوه 5 ضرب شده در رادیکال y منهای 5. دیگه نمیایم اینا رو ضرب کنیم در نهایت ساده کنیم بگیم جواب چی میشه. سریع میگیم 2 تا پرانتز داریم عین همه جملاتشون، فقط فرقشون در علامت بین این جملاته، بین این دو جمله است. پس این اتحاد مزدوجه. اولی به توان 2 منهای همیشه منهاست، دومی به توان 2. خب رادیکال به توان 2 برسه چون فرجش 2 از زیر رادیکال میاد بیرون میشه y. 5 به توان 2 برسه میشه 25. پس این حاصل ضرب با کمک اتحاد مزدوج حاصلش میشه y منهای 25. حالا بریم سراغ حل تست کنکور. گفته اگر عبارت رادیکال x به علاوه a منهای رادیکال x منهای 4 2 باشد، حاصل عبارت رادیکال x به علاوه a به علاوه رادیکال x منهای 4 منهای 2 کدام است؟ خب از کجا بدونم اتحاد مزدوجه؟ به این دو جمله دقت کنین. جمله اول رو رادیکال x به علاوه a در نظر بگیرین، جمله دوم رو رادیکال x منهای 4 در نظر بگیریم. اگر این دو جمله رو در نظر میگیریم علامت بینشون هم میبینیم اینجا منهاست، حاصلش رو هم داریم که شده 2. حالا چی از ما خواسته؟ مزدوج این عبارت رو از ما خواسته بدونیم منهای 2 چی میشه. ببینین باز دوباره همون جمله اول رو میبینم هیچ تغییری نکرده هست، جمله دوم رو میبینم علامت بین عوض شده، پس این دو عبارت میشن مزدوج هم. این عبارت رو داریم
با این عبارت که مزدوج هم میگن. پس مطمئنا این سوال ربط داره به اتحاد مزدوج. خب حالا از اتحاد مزدوج چی داریم؟ میگیم اگر داشته باشیم رادیکال x به علاوه a منهای رادیکال x منهای 4 این ضرب بشه در مزدوجش که میشه رادیکال x به علاوه a به علاوه رادیکال x منهای 4. دقت کنید که خود جملات زیر رادیکال رو من عوض نمی کنم. دو جمله هم یکی این رادیکال یکی این رادیکال. علامت بین دو رادیکال رو عوض کردم. اینا مزدوجن و ضربشون از اتحاد مزدوج اولی از زیر رادیکال میاد بیرون میشه x به علاوه a. همیشه منها میذاریم. دومی هم از زیر رادیکال میاد بیرون میشه x منهای 4. حالا حاصل این رو بخوایم حساب کنیم میشه x اینجا منهای x قرینن و میرن a منهای 4 که میشه a به علاوه 4. پس حاصل ضرب این دوتا رو اگر داشته باشیم جواب میشه a به علاوه 4. حالا ما چی داریم؟ داریم این عبارت برابر است با 2 و این عبارت رو میخوایم. این مورد سواله. پس من میگم دنبال چی هستم؟ دنبال رادیکال x به علاوه a به علاوه رادیکال x منهای 4 اینم طبق اتحاد مزدوج میشه a به علاوه 4 بخش بر 2. در واقع میشه a دوم به علاوه 2. حالا سوال از من چی خواسته؟ گفته این عبارت رو منهای 2 کن. این عبارت رو منهای 2 کنم میشه a دوم به علاوه 2 منهای 2 میشه a دوم. گزینه 4 رو تیک میزنیم. به همین راحتی این سوال حل میشه. امیدوارم از تماشای این فایل لذت برده باشین و حتما فایل رو چند بار تماشا کنین، چون این کاری که تو حل این سوال استفاده کردیم توی حد گرفتن خیلی استفاده میشه. تو ریاضیات دانشگاه هم داریم که اونجا میخوایم حد حل کنیم، معادله حل کنیم، از اتحاد مزدوج استفاده میکنیم. پس این فایل رو چند بار ببینید که تسلطتون به این مبحث کامل باشه.